تا این قسمت با یک سری ابزار اصلی آشنا شدیم، ولی برای انجام تمرین نیاز به یک سری ابزار جانبی هم داریم. پوست مصنوعی در واقع لایه سیلیکونی یا چسب لاتکس که همانند پوست انسان قابلیت نگهداری رنگ رو در خودش داره. پوست مصنوعی به دلیل این خاصیت فضای بسیار مناسبیه برای تتو آرتیست‌ها، چه حرفه‌ای چه آماتورها. یه پوست مصنوعی مناسب تمرین باید از قطر نسبتا مناسبی برخوردار باشه و جنس انعطاف پذیری داشته باشه و خشک نباشه که بتونین تمام تمریناتمون رو از قبیل لاین، پر کردن و سایه زدن فضاها رو در روش ایجاد بکنیم. تشترک‌های رنگ: این محصول برای نگهداری رنگ در حین کار طراحی شده که در انواع اجسام مختلف در بازار موجوده، مثل تشترک‌های انگشتی که روی انگشت تتو آرتیست قرار میگیره. این امکان رو میده که به صورت خیلی سریع دسترسی به رنگ پیدا بکنه، اما برای رنگ‌های غلیظ طراحی شده. تشترک‌های معمولی مانند تشترک‌های پایدار همانند پالت رنگ میمونه. فقط در هنگام تهیه تشترک‌های رنگ به استیل بودن اونها و یا پک بودن اونها توجه بکنید.